در سینی که بسیاری ها از حرکت باز میمانند، او هنوز حرکت میکند. 92 سال و هر صبح برای او آغاز نو است. این نه تنها مشق است، بلکه به طرز زندگیش تبدیل شده است. پژوهشگر، آموزگار و مربی معروف یوگا سال 1934 در ناحیه کوهستانی اشت به دنیا آمده در عائله سرفرزند به وای رسیده است. از خردی او به مهنت و سخت کوشی در فکر بنیادی آینده بهتر بود و به دانش تکیه داشت. سال تولدم 1934 یکم مای من تخمینا موندگی، چون که اون وقت ها سواد نبود، پدر و مادر این چیزهای نمیدو قید کردینی، فقط میگفتن تو پس مادرم میگفتن تو دکون پختگی بود. تخمین کرده بینم ماهی مای، یکم مای موندگی من. این دره یعنی قشلاقی با در خان گفتگی جا بین 4 کوههای رایون اشت. من تولد شدگی این چگره با ازبکستان است اونجا. در اونجا فقط یک تا مکتبی 7 ساله بود. مکتبی 7 ساله تمام کرده، من باز به کجا رفته خانم گفته گریه ناله کرده، اجازت گرفته از پدر و مادر مرکز ناحیه یعنی شیدان گفته جا با مکتبی 10 ساله بود، از قشلاق ما 8 کیلومتر دور. دوم صنفای در همین لیل‌آباد در اینترنت تمام کردم با موفقیت. تلاش و کوشش‌هایش در جوانی او را به فاکولته زبان‌های خارجی دانشکده آموزگاری به نام کیروف آورد و او زبان انگلیسی را از خود نمود. دهه 60 قرن گذشته در کنار کار آموزگاری رساله نامزدی نوشته، رو به اثرهای علمی و مقاله و کتاب‌ها آورد و می‌خواست عنوان علمی به دست آورد، اما تصادف همه برنامه‌هایش را برهم زد. سال 1970 آمده در پدینستیتوت جایگیر شدم. پس به اکادمی فنها آمده جایگیر شدم. در اونجا اسپیرانتور را در آمدم. اسپیرانتور سال 73 با موفقیت پیش از مهلت اجرا کرده تمام کردم. همونجا به اسپیرانت ها با درس میدادم. یک بار دکتری شغل بستم. من تاشکند بفرستاندن دکترانتور به. در اونجا دکترانتور قریب تمام شد که یک ماشین کوچند من زد و من غلطیده بیم شکسته، من مرگ با برده ایستادگی مردگی گفته. در این مرگنده همین میچسته ببیند که من جنبی شدیم، بینند که من حالا زنده. گوش و پرده هاش دریدگی، کمشنوایی من از همون آنچه سیاد شده، همین حالت با اومده. یوگا قپیده با توسط یوگا من خودم سپاست سالم کردم. آن تصادف راه او را به سوی آرزوهایش با مشکل روبرو کرده از پی راه علمی و آموزگاری اندکی بیرون نمود. اما قدم‌های اولینش به یوگا هم در پی همین تصادف گذاشته شد. به گفته خودش طرز نشست 4 زانوی تاجیکانه که در تاجیکستان رایج است، راه او را به دنیای یوگا باز نمود. گازete известие بینم وکانسیه پاولادربا. زنی باشه ما موندم خودم برفتم پاولادربا پدینستیتوت و داتسن شدم اونجانده. انا همونجانده یک مسکو بعد یک سال من از مسکو یک دیگه داتسن اومد. سوری هر روز در آمده خانم به آبشیتی معلم ها هر دو با کار خواب می رفتیم. شما یوگ میگوید.
من گفتم یوگا چیه؟ گفت ساوننده پوز یعنی که پوز چهارزانه میشیدی. ها گفتم من چهارزانه ما عادتا ما چهارزانه میشینیم زمیننده و یوگا بوده است چهارزانه هم. سولی نمی خیلی شستی گفت تو الان خیلی شتنه یادگیره کن. با همین کدی و کدی صحبت کردیم یک کتاب داد و کتاب خواندم و نام کتاب نаука یوگی، авторش برهمچاری، 96 ساله شده، در سمالوت خودش افتیده وفات کردگی بود. همون کتاب خونده توجه بماندم. من کسل بودم بیهد. من میگفتم اکنون من پنسیون برآمده میمردیم دیگه میگفتم. چونکه دویم اتاج به نمیتونستم برآمدن. الان تو قپیده بازور میبرآمدم. با همین کتی وای کتاب گرفتم و خونده دیده چشمم کشاده شد. وای کتاب من از مؤلف وای مردک پرسیده دستم کتی وای وقتا کپی روال نی ماشینه نی دستم کتی رونویس کردم. چوپنده نبود است وای کتاب گرفتگی بود است. همین که وای کتاب من دست نویس کرده همین خوننده ایستاد است. دست نویس یک ژورنالی وای با آلبوم با همین که صورتاشم کپی روال نی مونده کشیده. روید که من یوگی حقیقی شدم همون جنده سال 84. سال همون جنده کسلی هم برباد خوردن گم شدن نیست شده برفتن. سال 85 اتسکه با بیام زنک میگود که وای پسری کلانیتون گردش آویزون سنگای این دخترتون گلاندشه بعد یک هفته اپراتسی میکنن. وای بچه هاتون همه کسل بچه ها. همین که شد گفتم زنک همشه سیاد میکردگی من خودم. روید که همین نیم سالانده گردی پسرم سپسیت شد سنگا آفتید جاش با بر آمد گرده. یک هفتند گلانده های اپراتسی میکردگی یک هفتند سیاد کردم. از همان زمان بود که اهل خانواده‌اش نیز که از یوگا منفعت دیدند به این نمود ورزش مشغول شدند و در فعالیت کسبیشان نیز تأثیر آن را دیدند. چقدر که در یاد دارم یا که 6 سال یا 7 سال بودم وقتی پدر از پاولادر از نقل خودشون گفتن که از اونجا آموختن و اومدن خودآموزی کردن. بعد با ما همین چیزا یاد دادند. ما با همین شروع کردیم. آهسته هر سال کلانتر شدن گرفتیم. شورناکی ما که زیاد شدن گرفت خدا ما بسیارتر مشغول شدیم. با همین خودآموزی هم کردیم از کتاب و از چیو با بچه ها با رفیقان همین مثال چی میکردیم خودآموزی میکردیم وای میکردیم بر اونا مغلوب میشدم. برای همین برای چی گفتن هم که ممکن که همین یوگا بود که خردسالی که من مشغول بودم هم جسمانی هم روحانی من را تیار کرده بود. بعد از دانشجو که دانشکده رو من تمام کردم تالار ورزشی خواستم روم تمرین کنم با جسمم رو باز پرقوت‌تر کنم. یک دو سه ماه بود با فکرم مشق کردم که بعد خبر میبیاد که چمپیوناتش دوشنبه اوید بعد از خوابانی ثبت میشده است بعد از فلان روز خواهشمندان نامنویس کنید. همون سبب شد که ما رفتیم نامنویس کردیم در اونجا خیلی با غالب اومدم. بعد وقتی غالب اومدم اونجا معلمای استادای بودن که دیدن که من چیم خوب است مرا گرفتن دیگه از این یوگا که من برای خودم فقط مشق میکردم و دیگه سمت دست خوابانی برفتیم. 10 سال فقط غالب اومدم. یگان کسب که بای نداده بودم مغلوب نشده بودم در تاجیکستان فقط از 2001 تا 2010 10 سال فقط در این مابین با 2004 کمربندی در وضع مطلق هم برآمد کرد صاحب کمربند شده بودم. همه خیلی
خیال میکنم که همین یوگا به من فایده آورد که من با از این ورزش به دیگه ورزش گذاشتم. تو خود با این ورزش فعالیت کرده اسلام. شخصیت انسانی خوب خیلی خوب است. یعنی من چون استاد برای ما یکی از بهترین استادها حساب میکنم. در همین دور مکتب خانه، دوری که در مکتب نظامی میخوندم، خدمت میکردم، استادامون بودن. بعضی آنها هم همین خصلت ها را داشتن که او را دلکش بود. این استاد ما هم همین خصلت ها را دارن. یعنی انسان دوستی، بشریت دوستی، خاکساری، باز از صدق و دل شاگرداش درس دادن بدون مبلغ، بدون یگان چیز. یعنی کوشش میکند که همین مردم ما اقلا در تاجیکستان همین یوگا را یاد گیرند، مشق کنند و شعورشون باز هم بلندتر شود، نگرش به دنیا دیگرگون شود، یعنی بهتر شود از طرف گومانیستی. همین خصلت ها استاد من دارن. حیات گردشی خود را دارد و سفرهای عبدالوهاب محمد به خارج از کشور به او شهرت بین المللی نیز آورد. باز سفر کردم، دکترانتور رفتم مینسک به بلاروسیا به دکترانتور به رفته دکترانتور تاشکند آخر به رساندگی نه که دکترانتوری آوری شده. سونی من اونجا فرستاندن. در اونجا دکتری تیار حسابنده همون فرمانی فرستاندن منه. بینم اعلان اصلا کنده اعلان که یوگ ها هستن اونجا در گروپی یوگی. رفته یک کاری شناس شوم گفته بینم. من گفتم تماشا کنم از شما یک چیز یاد گیرم مایلش. هم مایلش گفتن. با هم که دیدم و بعضی خطاگی هاشون رو گفتم. سوری گفتن کاری شما ما با درسی چی؟ من و یا با درس دیم و یا با معقول شد. 4 ماهی دراز من در بلاروسیا یوگی خودم درس داده. درس های من گزیته هاشون به زبان بلاروسی چاپ کردم 15 درس ما. اکادمی نوک بردن من سخنگویی کردم، برآمدگویی کردم. همین من به سخن داده اکادمی دکتر و پروفسور و اوچانی ها هم ششتسونجنده. مسکو به کنفرانسی تشکیل کردن. یکمین کنفرانسی یوگا در مسکو. من رفته اشتراک کردم. اشتراک کردن یکم جویا گرفتم من در اونجا. 15,000 یوگ های SSR جمع شدگی بود. همین شهرت بود که نام یوگ تاجیک زبان زده یوگ های مشهور در عرصه بین المللی شد و راه مربی تاجیک را به زادگاه این نمودی ورزش یعنی کشور افسانوی هندوستان باز نمود. استاد ما خودش در شوروی از خود کردگی یوگا را، یعنی بدون یگان استاد، بعد خواست هندوستان رود در همونجا با کمک اختصاص بلندتر کند. اونجا می آید میگن که من میخوام زبان انگلیسی را مکمل میدونم. گفتم من به همین مقصد پیش شما آمدم که من از شما یگان چیز دیگر را یاد گیرم. گفت کن نشان ته خود چیز یاد گرفته. استاد نشان میدن که بعضی آسان‌های بعضی پرانام‌ها را و یا میگن که ما از خودت یاد بگیریم باید تو از ما هم بهتر هستی میگن. این مرا بسیار در حیرت مانده بود. چطور در یک خیلی سابق شورای کشوری چی بود؟ بسیار مقاله و معلومات درباره یوگا نداشتیم، ولی استاد از خود از همون یوگا رو نمیدونم چطور یاد گرفتگی اونا حیران موندن.
بعد اونا دعوت کردن بیا، گفت در همراه ما در هندوستان بیا کار کن. چند سال استاد من در اونجا کار کرده. یعنی یکی از بهترین استادای یوگای دنیا می شود استادی ما. نه فقط سابق شوروی یا تاجیکستان، حتی در هندوستان رو پسند میدید. من هندوستان با 10 مراتب سفر کردم برای یوگا را چقدر وسیع‌تر آموخته دیده دانستن. اونجا جای بودا زندگی میکرد، دنیا غاران در زندگی میکرده بود است. همون جای رفته دیدم، با چشمم باور کردم که این تعلیمات بهترین دنیوی بود است. پس من جق زدند با یکمین کنفرانس یوگا در هندوستان عمومی جهانی. من در پرزیدیوم کنفرانس ششته بودم که در یادم یک اوچون دانشمند هندوستان ششته بود. من این که کرده کفتم با دستش مانده، گفت میدانی چی گفت؟ یوگا از شما ما با آمدگی. من باور نکردم و شوخی کردم دیگه گفتم. پس گشته آمده چخورتر آموزم. در حقیقت در اینجا یوگا ترقی کردگی بود است در تاجیکستان ما که حال هیکل های بسیار یافته شدگی در موزه تاریخی رفته دیدن ممکن. همون یوگای 13 متره رو چند سال در ژاپن نمایش دادن. کتاب نوشتم، تاجیک ایندیان یوگا سیکرت، سری و اسرار یوگای تاجیکی و هندی. یعنی یوگا فقط هندی نبوده، ما تاجیک‌ها هم همه به شریک بودیم. برای همین هم حاضر آن کتاب من 2013 چاپ شده بود، در تمام دنیا دور زده، در اینترنت گشته، هم خریده. 5 زوزده بستسلر شده است کتاب من. همینطور ورزش یوگا و مشق‌های عادی و فلسفه زندگیش تبدیل شد و در زندگی هم آن فلسفه جسمانی و روحانی را عملی نمود. پیش از همه عصب آرام می شود. برای چی؟ یوگا با گفته شدگی که برای صحت سالم بودن عصبتون آرام میکنید، همین خیر که گپ گنده داخل نمیکنید، فقط گپ نغز میگیرید. همین در یوگا یک عباره هست، این عباره непричинение вреда никому. همین هیچ کس به زیان و زخلت نرسانیده زندگی کردن، این همه چیز شما به میتید. شما میتوانید تنجی آرام همین زندگی کرده. همین اهل عائله من همین محیط به تربیه کردم. او برای فرزندان نه تنها پدر بلکه نمونه عبرت بود، زیرا بی فشار و تنها با رفتارش باعث گشت که فرزندانش راه درست زندگی و طرز حیات سالم را پیش گیرند. هرچند که ما در یاد داریم، خردسال بودیم، اول پدر که خودشون مشق میکردن، ما میشتیم پیششون چی میکردیم، با یگان تا آسانایی که اون کس بود آسان بود، همون رو اجرا که میکردیم، اون کس ما رو میدیدن که ما هم مشغول شده استودیم، هوسمند شده استیم، بعد ما رو آهسته آهسته آوردن با یوگا در مشغول کردیم خودمون. اصلا خیبگیری ما خود اومدیم با یوگا. بعد پدر ما رو گرفتن پیش بردن، درسای دیگه قیین‌تر دادن گرفتن. به خاطر ما که خردسال بودیم، اول آسانش یاد دادن، уже کلان شدن گرفتیم، درسای کلان یاد دادن. آسانایی که قیین هست همون را یاد دادن. همون آسانا ما تن و جسممون میگم خیلی میگم تکرار شدم، قوتمون خیال میکنم از همون چیز بود. با یک از جنجال نمیکردیم یا که زن و زنی هم نمیکردیم، گفت رفت و آمدی خوب میکردیم، برای که همین چیزا پدر با ما شنونده بودن، یا که آموزانده بودن. تا حال برای خود ما همه مشق میکنیم، همه برای خودمون مشق میکنیم. اکنون خواهر که عائله خودش هست، خانه خودش هست، اون در خانه خودش چیکار میکنه، ما چی نداریم.
не ки хиёл мекунам то ҳол мекунад. Ҳамамон барои худамон ақаллан 10 дақиқа ё 20 дақиқа саҳар баъди хестан саҳар то чира то ҳамон нӯшокӣ ягон чи хӯрдана ман барои худам мекунам. Онҳоам хиёл мекунам ки ҳам хел аст. шогирдон низ ҳар кадом барои худ ба тавре дарси ибрат аз ин мураббӣ гирифтаанд. муҳимтарин чиз дар бораи йога устоди мо ҳама вақт таъкид мекунад. Ин як намуди варзиш не, як чизи ҷисмонӣ аст ки одамро аз таркиби аз вуҷуди одам агрессияро гум мекунад. яъне меҳр ба инсоният бисёртар пайдо мешавад. вақте ки ман донишҷӯи курси якум дар пединститут шудам дар факултети иньяз, ман шубҳа доштам ки ҳамроҳи ӯ ҷавоно хонда баробари онҳо хонда метавонам, дарс гирифта метавонам, омӯхта метавонам. вале баъди як сол маълум шуд ки ман аз онҳо беҳтарам. ман факултети иньяза ба дипломи сурх тамом кардам дар синни соли 35. яъне инам ман фикр мекунам таъсири йога аст. барое ки мағзи сар ҳам вақти машқҳои йога аз кислород пур мешавад ва чизи услуби фикр кардан реаксияш тезтар мешавад. боз яъне ҳаму ман ба муқоиси ҳаму ҳамкурсон мефаҳмидам ки оно нав синфи 10-11 тамом кардан омадан мехонанд. агар ба мо 200 калима аз ёд кунед гуфта медоданд, бачаҳо аз як рӯз 2 рӯз 200 калимаро аз ёд мекардам. ман дар ҳудуди 10-15 минут баъди машқи йога агар шурӯъ мекардам, баъди 10 минут ӯ калимаро дар сарам менишаст. ҳеҷ гоҳ дониш ва таҷрибаи худро пинҳон ва ё аз дигарон дариғ намедорад, балки аз тариқи китоб, мақола ва дарсҳояш ҳамаашро ба дигарон медиҳад ва гоҳе ҳам бо равишҳои хоси худ саломатии афродро беҳбуд мебахшад. устод чанд китобам навиштагӣ дар бораи йога. ман баъзи ӯ китобаро хондам. дар ҳамун китоб навишта буданд ки як духтари 15 сола тамом даври шӯравӣ, собиқ шӯравӣ, як маризияш пайдо мешавад, поаш аз кор мемонад. баъд падару модари ӯ духтарак аввал дар тоҷикистон табобат мекунанд. духтуро мегӯянд ки мо ҳечи илоҷа наёфтем, табобат мо сабабша намедонем барои чи духтар мариз шуд. падару модарашонро ба дигар кишварҳо мебаранд. дар кишварҳои собиқ шӯравӣ 15 республика то Москва меранд, ҳама ҷо оно рад мекунанд ки мо имкон надорем. вақте ки падару модараш ба Душанбе бармегарданд, мешунаванд дар бораи устодмон мӯъҷиза. падару модари ӯ духтар гирья мекунанд, мегӯянд ки мо чанд сол гаштем дар кишварҳои бегона, дар кишвари худмон инқадар мутахассис аст, яъне ба тавассути йога ин маризӣ табобат мешудааст. ӯ духтарак баъд худ шогирд аз 15 солагӣ шогирд мешавад, то ки дар тоҷикистон буд ҳамроҳ машқ мекарданд, худашон баромад мекард, дар баъзи газетаҳо мақолаҳо баромада буданд. ин яке. дигараш вақте ки мо якҷо машқ мекардем, як мусафед омад. мусафед не хай синни солиш қариб 70 рафтагӣ, дӯстош ларза мегӯяд. ин касалиро чӣ мегӯянд? муҳаммад али баксёрам ҳамин чи паркинсон, бале. ҳамин аввали ҳамин паркинсон буд нафар. гуфт ки устод, ма пеши шумо омадам. шунавидем ки шумо ҳаминтари мутахассиси йога ҳастед. ӯ мусафед ҳамроҳмон қариб 1-2 ҳафта машқ мекунад. ӯ ҳамун пиёларо дошта наметавонист, дастот меларзид. баъди 2 ҳафта озод дар пеши мо менӯшид. баъд устод гуфт ки ҳар чизе ки шумо мегӯед ман
اجرا میکنم و همراه شما مشق میکنم. دیگر ما از باوری کامل که شما ما را تنصیحات میکنید باوری دارم. طرز حیات سالم به سبک زندگی این مرد بزرگسال تبدیل شده است و او بر این نظر است که افرادی از 7 تا 100 ساله امکان مشغول شدن به یوگا را دارند و او از میان میلیون ها مشق یوگا برای تندرستی 5 تا را جدا کرده هم خود انجام می دهد و هم به دیگران توصیه می نماید. یک چیزی عجایب است. یوگای 8 میلیونه من 5 مشق و اختصار کردم. 5 تا مشق. انمی 5 تا مشق هر روز هر بار میبیان تکرار کردن میگیریم، تکرار کردن میگیریم، تکرار کردن میگیریم. مشق‌های دشوار نه آسان‌تر، لیکن تکرارش عجایب. تا 108 برآوردگی. هر یک 5 مشق 108 برآوردگی با. همین که خودم هم همین قدر برآوردگی 108 مراتب تکرار کردم با. همین من 40 دقیقه میکنم و یا قریب 1 ساعت انده میکنن. گفته شده در کتابش که کتاب فلسفه یوگا گفته شده که با یوگا از 7 سالگی تا 100 سالگی و بیشتر مشغول شدن ممکن. سری او عادی است. او همه روزه به یوگا مشغول شده زندگیش را با حرکت، انتظام و آرامش سپری می نماید و با مشق‌های یوگا خود را سالم نگاه می دارد. برای مشکلات تندرستی جامعه نیز توصیه‌های دارد. دکتر خوبم وای نیستم، محتاج نیستم. برک رفته جورهم همین وای به دکتر خونه ها کار میکنن. بیاد یک بار سنجیده بینیم که چه خیلی کرد. گفت چند بار برده من برده رفته سنجیده. دکترها حیران شدن که این چه خیلی همین قسین سالی کلاننده هیچی ندارند. گفته مهمترین در حیات درسایی که گرفتیم با انسانیت، معامله خوب، رفتار نیک، تازگی، انتظام، همین چیزایی که با انسانیت چی میگن لازم است، همین چیزا گرفتیم. راستی همین یوگا که بود به فکرم، به فکر من که همین از خردسالی که من با این مشغول بودم تنم و جسمم تیار بود، به همون خاطر من خیال میکنم همین یوگا من رو پیش برد. همین چیزایی که از یوگا ما گرفته در خودمون هست уже الکه که در این سنی سال در تنمون شیشتگی با تیلمون با دیگه کسا که رفتار میکنیم اونو خودشون میفهمند. او اثبات کرد که ورزش از سن و سال وابسته نیست و خرد و بزرگ باید به آن مشغول شوند. او از طریق یوگا جسم و روح خود را به سوی سالمی حرکت می دهد، زیرا حرکت معنای زنده بودن و زندگی کردن را دارد. هر نفس یک امکانیتی نو است. او برای طرز حیاتی سالم هر نفس را استفاده می برد.